سلام دوستان عزیزم. به کانال خودتون، کانال داستان کده واقعی خوش اومدین. خوشحالم که شما عزیزان رو کنار خودم دارم. منتظر تک تک نظرات و بازخوردهای شما عزیزان هستم. عینک رو روی چشم جابجا کرد و دقیق تو روی نوشته های کتاب زوم کردم. هر طور شده میخواستم از کنکور سراسری قبول بشم و درس رو بخونم. به قول ننه نمیخواستم عین مامان کلفتی خونه این و اونو کنم. بابا هم که نور علا نور سالی ماهی یه بار به زور میتونستیم ببینیمش، بس که پای بساط جون میداد. هر روز خدا زیر زمین پر بود از رفیقای بابا. انقدر دود میکردن تا جونشون در میومد. از ترس بابا و دوستای نابابش با مامان رفته بودیم خونه ننه. ننه مادر پدریم بود. خودش به ما پناه داده بود. اما بازم زهر زبون تندش رو به مامان میریخت. میگفت اگه تو زن زندگی بودی حال روز پسر من این نبود. مامان جز سکوت کاری ازش بر نمی اومد. با صدای تلفن زوار در رفته که صدای طرف مقابل رو به زور میتونستیم باهاش بشنویم به خودم اومده گوشی رو جواب دادم. صدای ناآشنا و ظریفی پشت گوشی پیچید. خانم حداد، توی تیر و طایفه ما همچین لحنی نبود. همچین صدای ظریف و پر اشوه‌ای نبود. حیران جواب دادم خودم هستم، بفرمایید. خانم حال مادرتون به هم خورده. بهتره بیایید دنبالش. هول کرده پرسیدم چرا؟ الان چطوره؟ به هم اطمینان داد که حالش الان بهتر شده و آدرسی که مامان به اونجا برای نظافت رفته بود رو داد. نمیدونم چرا. دلم میخواست وقتی پا تو اون خونه که بهترین جای تهران بود میذاشتم با وقار و مرتب به نظر بیام. با وجودی که همیشه سعی میکردم مرتب و آراسته باشم، این بار روی این موضوع وسواس بیشتری خرج کردم. شاید میخواستم توی اون خونه با شکوه و مجلل کمتر از ساکنینش نباشم. مامان بزرگ که اوضاع و احوالم رو دید گفت خیر باشه لاله، با این سر و شکل نکنه عروسی دعوتی. نگام روی آینه نشست. با پشت دست گونه‌ام رو نوازش کردم. انقدر زیاده روی نکرده بودم و آرایشم توی یه ضد آفتاب رنگی خلاصه شده بود که مامان بزرگ همچین میگفت. عصا رو روی رخت و لباسم کشید. لباس تر تمیز پوشیدی. لباسای دختر اختر خانومه؟ سر تکون داده عجول از کنارش گذشته. صدا بلند کردم. دارم میرم دنبال مامان. سر کار حالش بد شده. اونجا خونه اعیون نشینه. نمیتونم که با لباس هر روز برم. با تعویض چند تاکسی و مترو خودم رو رسوندم به آدرسی که توی دستم بود. نگام روی خونه مجللی که جلوی روم بود افتاد. با صدای راننده به خودم اومدم. کرایه رو دادم. وقتی در باز شد از آن همه شکوه دهنم باز مونده بود. آه پر حسرتی کشیدم و با راهنمایی آقای پیری سمت خونه راه افتادم. خانومی که پیراهن بلند و حریری به تن داشت و آرایش ملیحی روی صورتش نشسته بود سمتم اومد. با تکبر خاصی اشاره به سمت دیگه سالن کرد. دختر جون، مادرت اونجاست. براتون آژانس میگیرم بتونین برگردین. خودش تنها میخواست بیاد. اجازه ندادم. فشارش جابجا شده بود. ترسیدم باز خدای نکرده طوری بشه. با تشکر زیر لبی کنار مامان رفتم. بی حال روی مبل توی خودش جمع شده بود. با دیدنم سر جاش نشست. نیاز نبود بیای. خودم می اومدم دیگه. دست زیر بغلش سر داده کمکش کردم تا بایسته. نگام به سمت صدای بم و خوش‌آوایی که با همون خانم مشغول به صحبت شده بود چرخید. مرد جوانی که کت سرمه‌ای اسپورتی به تن داشت از صحبتاش میشد به شوخ طبعی درونش پی برد. وقتی کنارشون رسیدم خانمی که فهمیده بودم اسمش فریباست دست جلو دهنش گرفت. حواسم رفت بگه سپهر جان، آژانس خبر نکردم. مردمک لرزان چشمام رو از نگاه نافذ پسر گرفته لب زدم. نیازی نیست، خودم از سر خیابون ماشین میگیرم. اون پسر گفت مامان جان من میرسونمشون. با حرف سپهر قدم ها رو آهسته برداشتم. فریبا به تندی قرید نیازی نیست سپهر جان،
شما از دانشگاه جا نمون. اما سپهر با سماجت گفت نه، هنوز تا کلاس شروع بشه خیلی مونده. بفرمایید خانوما، بفرمایید. توی ماشین نگاه‌های سنگین سپهر رو حس می‌کردم، اما جرأت این که نگاش کنم رو نداشتم. صداش رو صاف کرده با سوالش مجابم کرد تا از توی آینه نگاش کنم. دانشجو هستین؟ از اضطراب ناخنام رو فشار میدادم. صدام میلرزید. نه، برای کنکور میخونم. سر تکون داد. خب، رشتت چیه؟ ریاضی. سر بنبستمون ترمز گرفت. تلاش‌های شبانه روزیم نتیجه داد و تونستم از دانشگاه صنعتی شریف قبول بشم. مادرم تو پست خودش نمی گنجید و به هر کی می رسید با افتخار دهن پر می کرد و می گفت دخترم مهندسه. به مامانم گفته بودم که کارم سبکتر شده و هر طور شده باید یه کاری برای خودم جفت جور کنم تا زندگیمون لااقل از این بلا تکلیفی در بیاد. بعد از دانشگاه توی راه برگشت چشمم خورد به یه کافی شاپی که نوشته بودن نیازمند نیروی کار هستن. دو دل داخل شدم. نمیدونستم نیروی کاری که میخوان خانم بود یا آقا. پشت پیشخوان خانم بارداری نشسته بود که ازش سوال کردم و با خوشرویی راهنماییم کردن سمت اتاقی که ته کافی شاپ بود. خوششانسی امروز، خود آقای افکاری هست. برو پیشش، ایشالله که قبولت میکنه. وقتی در زدم و داخل شدم، مرد جوون و خوشپوشی پشت میز نشسته و سرش رو روی دستاش گذاشته بود. به هم گفت من بهت اجازه دادم داخل بشی؟ من کنان دنبال جوابی برای سوالش میگشتم که با لبخند بزرگی سرش رو بلند کرد. خیلی خوب. حالا خیلی به ذهنت فشار نیار. انگار اونم مثل من جا خورده بود که به آنی ابروهاش بالا پرید. اسمتون رو نمیدونم خانم. گفتم حداد هستم. با دست اشاره به مبل کنج اتاق کرد. بفرمایید خانم حداد. نشسته و گفتم که بابت آگاهی اومدم. سپهر که آدم عجیبی به نظر می رسید گاهی شوخ بود و گاه عجیب و جدی. قبول کرد یه هفته کنار خانم بلالی کار کنم تا اگه تونستم از پس کارها بر بیام خانم بلالی رو که به خاطر بارداریش نمیتونست به کارش ادامه بده رو مرخص کنه. ناامید شده گفتم من فقط نصف روز رو میتونم بیام سر کار و صبح دانشگاه دارم. در کمال ناباوری قبول کرد. یه هفته عین برق و باد گذشت و با تایید بلالی شدم استخدام کافی شاپ و بعد از ظهرها بلافاصله بعد دانشگاه میرفتم تو کافه و پشت پیشخوان میشستم. خانم بلالی گفته بود که آقای افکاری یا همون سپهر به خاطر سنگینی درساش خیلی به کافی شاپ نمیاد و هر از گاهی برای سرکشی و رسیدگی به حساب کتابا میاد. اما برخلاف گفته خانم بلالی از وقتی استخدام شده بودم افکاری هر روز توی کافی شاپ بود. چند ماهی به همین منوال گذشت. ماهایی که سنگینی نگاه افکاری رو حس می کردم، نگاهی که پاک بود و هیچ گونه فکر شومی پشتش پنهان نشده بود. اما به خودم و دلی که بیقرار و بیتاب این نگاه ها بود اجازه پیشروی نمی دادم. اصلا چرا باید اجازه می دادم؟ من کجا و سپهر افکاری کجا؟ منی که پدرم شیره‌کش و مادرم نظافتچی خونه سپهر بود کجا و اون کجا که چندین پاساژ داشتن و اسم و رسم و بر و بیا. خستگی امانم ازم بریده بود و پلکام روی هم می افتاد. فصل امتحانات بود و حتی شبا خواب نداشتم. کتاب جلوم باز بود که پسری با لباسای زننده و آدامسی که توی دهنش میچرخید جلوم ایستاد و کارت و فیش پرداختی رو جلوم گرفت. گفت دهنتون صاف، واسه 2 دونه سیب زمینی چقدر پول میچاپین؟ من که منگ خواب بودم کارت از دستم سر خورد و افتاد روی زمین. خم شدم تا کارت رو پیدا کنم. پسر شروع به فحاشی و داد و بیداد کرد. اخمالو فریاد زدم رمز. پسر مشتی محکم روی بازوم کوبید و گفت پدر و مادر. با مشتی که سپهر توی دهنش کوبید هاج و واج قدمی عقب رفتم.
سپهر کارت رو ازم گرفت و توی جیب پسر گذاشت. گفت دیگه این برا پیدات نشه. پسر داد و بیداد کنان میگفت که میرم ازت شکایت میکنم. سپهر دستی روی کتش کشید و از مشتری ها عذرخواهی کرده سمتم اومد. دست نرمش رو روی بازوم کشید که خودم را عقب کشیده نگاه دزدیدم. بهم گفت لاله خوبی؟ اولین باری بود که اسمم رو به زبون می آورد. همیشه من رو خانم حداد صدا می زد و من اون رو آقای افکاری. طبیعی بود که نفسام به شماره بیفته. نگام کن. خوبی میگم؟ از زور اضطراب بود یا بی جنبه بازی که اشکم در اومد. ببخشید. خسته بودم. دیگه تکرار نمیشه. دستش رو تا زیر چونم پیش آورد و با عقب کشیدنم وسط راه پس کشید. مهم نیست. بازو درد میکنه؟ بغض‌دار سرم رو عقب پرت کردم. بهم گفت پدرام رو خبر میکنم اینجا باشه. شما آماده شو برسونمتون خونتون. ناخودآگاه نگام توی مردمکای براقش نشست. گفتم نه به خدا حواسم. انگشتش مهر سکوت شد روی لبام. امروز چش شده بود. ناپرهیزی میکرد. نگاهش مسخ کننده بود. بهم گفت آماده شو فقط. لرز گرفته بودم. خواب چیه؟ خستگی هم از تنم در رفته بود. جای انگشتش روی لبام هنوز میسوخت. هنوز هم تنم از اون همه نزدیکی داغ بود. وقتی پدرام اومد پشت سر سپهر بیرون رفته سر به زیر گفتم اگه اجازه بدین خودم میرم. نمیخوام مزاحمتون بشم. با دست اشاره به ماشین کرده خودش جلوتر راه افتاد و در جلویی رو برام باز گذاشت. با تردید سوار شدم. با اینکه ازش خوشم می اومد اما می ترسیدم وابستش بشم و از پس دلم بر نیام. برای همین احتیاط می کردم. موزیک ملایمی پخش کرد و پا روی گاز گذاشت. آقای افکاری خونه ما از این طرف نیست. میدونم. نگاش کردم. نگام کرد عمیق. بهم گفت باید باهات حرف بزنم. آقای افکاری من باید برم خونه. مادرم نگران میشه. کوتاه خندید و گفت من سر ساعت هر شب میرسونمت خونه. قبوله؟ حرفی نداشتم برای مخالفت. جلوی رستوران با صفایی نگه داشت. وقتی سفارش ها رو داد شروع به حرف زدن کرد. بهم گفت نمیدونم چه جور بگم. اصلا نمیدونم چی شد یهو. ولی از همون روز که اومده بودی خونمون کل ذهنم درگیرت بود. یه لحظه هم از تصویرت جلوی چشام کنار نمی رفت. تا اینکه اومدی برای کار اولش فکر نمی کردم حسم همچین چیزی باشه. فقط می گفتم ذهنم رو درگیر کرده. اما الان چند هفته است که با خودم کنار اومدم. لاله من دوستت دارم. با حرفش بند دلم پاره شد. اما نمیخواستم وا بدم. مگه میشد؟ چطور ممکنه؟ بهش گفتم شما اصلا میدونی چی داری میگی؟ شما اصلا از من چی میدونید؟ بهم گفت من اینو میدونم که تو یه دختر پاک و نجیبی. همین کافی نیست؟ از سر میز بلند شدم. گفتم ببخشید ولی من باید برم. دستم رو گرفته کشید. جوری که افتادم روی صندلیم. چه کار میکنی آقا؟ به من دست نزن. خندش گرفته بود. خیلی خوب. نیتم پاک بود. نه ترس به گناه نمیافتی. چشقوره‌ای بهش رفتم و گفتم دلم نمیخواد اینجا باشم. بهم گفت لاله نظرت چیه؟ نفسی تازه کردم و با همون صدایی که می‌لرزید پرسیدم درباره چی؟ گفت درباره من، درباره ما، درباره اینکه بیشتر همدیگه رو بشناسیم. کاش میشد بگم از خدامه، اما نه شدنی بود و نه روم میشد. گفتم نه آقای افکاری، نمیشه. خدای ما با همدیگه فرق میکنه. یه نگاه به خونه زندگی خودتون و ما بندازین. اصلا اینو در نظر بگیرید که شما با اون همه دبدبه و کبکبه بخوایم با دختر نظافت چیتون؟ بقیه حرفم رو خوردم که سپهر پیش رو با خنده گرفت. خب داشتی میگفتی؟
وقتی اخمای در همم رو دید گفت چه ایرادی داره اینا؟ اصلا ملاک نیست. غذا رو سمتم هل داد و گفت بفرمایین. هرچی من میگفتم نره، سپهر میگفت بدوش. انقدر گفت تا من هم به علاقم اعتراف کردم. ترسم از خانواده‌اش بود. شک نداشتم که با مخالفت‌های شدیدشون برخورد میکنیم. حق رو هم بهشون میدادم. اما سپهر میگفت تو کاریت نباشه، بسپارش به خودم. تونستم اون سال رو با نمرات عالی تمام کنم. توی این مدت سپهر روی خانواده‌اش کار میکرد که فاصله طبقاتی توی ازدواج مهم نیست و مهم دو نفرن که همدیگر رو دوست داشته باشن. یه روز سپهر شنگولتر از همیشه گفت که به مادرش گفته میخواد ازدواج کنه. قرار بود شب رو بیارتشون خواستگاری. اما اونا خبر نداشتن عروسشون کیه و کجا زندگی میکنه. وقتی بعد از یه سال ماجرای خودم و سپهر رو واسه مامان تعریف کردم و گفتم امشب قراره بیان خواستگاری، سیلی جانانه‌ای زیر گوشم خوابون. بهم گفت امشب فریبا خانوم با اون دک و پوزش میاد اینجا تو رو واسه پسرش خواستگاری کنه؟ عقل داری تو؟ گریان شروع کردم به تمیزکاری، به گفتن چند تا حرف که میدونستم شعاری بیش نیستن. مهم دل مامان خانم، نه پول و خونه و ماشین. مامان تأسف بار سر تکون میداد. مطمئنم امشب فریبا خانم سنگ رو یخت میکنه. شب وقتی مهمونا رسیدن ناباوری از چشمشون میبارید. فریبا خانم با اکراه روی پتو نشست. جوری نشسته بود که مشخص بود راحت نیست. نگاه سپهر شوق داشت و پدرش اما بعد از اینکه چند کلمه با مادرم صحبت کرد انگار آرومتر شده بود. وقتی چای رو برای تعارف بردم فریبا خانم از جا پرید و رو به سپهر گفت منو مسخره خودت کردی سپهر، برداشتی آوردی اینجا؟ این دختر چیش به ما میاد؟ مادر این دختر کارگر خونمه. منو برداشتی آوردی خواستگاری دختر کارگر خونم؟ سپهر خجالت زده سعی داشت جلوی حرفای زننده مادرش رو بگیره، اما موفق نبود. تا اینکه پدرش گفت فریبا بس کن، تا دیروز التماس پسرت رو میکردی که ازدواج کنه، الان این بچه عاشق شده، تو باز داری بازی در میاری؟ فریبا خانم جلوی نگاه های اشک‌آلودم به سپهر گفت فکر این دختر رو از کلت بیرون کن و رو به مادرم قرید از فردا نیا سر کار، یه خانم جدید گفتم بیاد. نگاه غضبناکی به من انداخت و زد بیرون. زانوهام خم شده روی زمین فرود اومدم. باورم نمیشد همچین برخوردی داشته باشه. سپهر بی توجه به پدر و مادرش کنارم نشست و سعی داشت ازم دلجویی کنه. بهش گفتم برو سپهر، من که از اول گفتم نمیشه، گفتم بی خیال. الان من با این دل وامونده چی کار کنم؟ صداش بغض داشت. من چاکر دلت، خودم حل میکنم، فقط تو گریه نکن. با اصرارهای سپهر مجبور شدم بازم به کافی شاپ برم. فریبا خانم مصمم بود تا سپهر با دختری که خودش انتخاب کرده بود ازدواج کنه. سپهر میگفت دختر شاه پریونم نشونم بدن، من نمیتونم از خیر این چشما بگذرم. کشمکش ها درست 3 سال طول کشید. 3 سال که هم من و هم سپهر عاشقی کردیم و خون گریه کردیم از سنگ دلی مادرش. توی این سالها سپهر اصرار میکرد به اجازه خانواده‌اش نیاز نداره و میتونیم خودمون عقد کنیم. اما من مخالف این موضوع بودم. دلم نمیخواست مادرش رو برنجونم. درست یلدای پارسال بود. سپهر یه شال خوشرنگی هدیه داد. به هم گفت امشب تو مهمونی یلدا اینو بپوش. خندیدم و گفتم مهمونی کجا بود پسر؟ فقط من و مامانیم. با لبخند معناداری برخلاف هر روز زودتر از من کافی شاپ رو ترک کرد. سر راه 0.5 کیلو انار خریدم و راهی خونه شدم. بنبستمون شلوغ‌تر از همیشه بود.
انگار همه همسایه ها مهمان داشتن الا ما. وقتی کلید انداختم و داخل شدم از دیدن خونه که چراغونی بود جا خوردم. سابقه نداشت مامان این همه چراغ روشن کنه. 4 جفت کفشی که پشت در جفت شده بود تعجبم رو بیشتر کرد و در رو باز کردم. از دیدن سپهر و خانواده‌اش جا خوردم. مادرش با لبخندی خودش رو کنارم رسوند و بغلم کرد. به هم گفت تازگی ها متوجه شدم تو چقدر دختر خوب و نجیبی هستی. متوجه منظورش نمی شدم. دستم رو گرفت و کنارش نشوند. به هم گفت سپهر جان چند روز پیش که باز حرف ازدواجتون رو پیش کشید و دید دو دلم، گفت که چندین بار پیشنهاد داده دور از چشم ما عقد کنین و شما به خاطر من رضایت ندادی. دیدم انسانیتت بالاتر و با ارزشتر از هر چیز دیگه است. لبخندم اوج گرفت. گفتم شما مادرین، نمیتونم برنجمتون. سپهر اناری سمتم قل داد. به هم گفت دیدی گفتم حل میشه؟ اشک شوق توی چشام جمع شده بود. باورم نمیشد. بعد از سالها انتظار میتونستم طعم وصال رو بچشیم. به خواست فریبا خانم جشن عروسی بزرگی برگزار شد. من که جز مامان بزرگ و مامان کسی رو توی تهران نداشتم، پدرم هم کلاً ما رو آدم حساب نمی کرد، به فکر خودش و موادش بود. توی عروسی هم پچ پچ های درگوشی می شنیدم. اما برای من مهم سپهر بود و عشقمون که بعد مدت‌ها انتظار به ثمر نشسته بود. زندگیمون با خوشی و آرامش شروع شد. چیزی کم نداشتیم. عشقمون روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. فریبا خانم مثل قبل دوستم داره و از اینکه سپهر روی ازدواج با هم سماجت به خرج داده هر روز خدا رو شکر میکنه. 4 ماهی میشه که متوجه شدم باردارم. وقتی خبر بارداریم رو به سپهر دادم باورش نمیشد که داره بابا میشه. تا اینکه سر سونوگرافی صدای قلب بچه رو شنیدیم و صدای خندان خانم دکتر که میگفت 2 قلو بچت خانم همسان هستن. هر دوشون توی یک کیسه آب با یه جفت مشترک. جفتشون یا پسر یا دختر. نگام روی سپهر که از شوق به گریه افتاده بود نشست. سپهر دستم رو گرفت و به لباش نزدیک کرده بوسه گرمی روش نشوند. به هم گفت دوست دارم لاله. از اون روز برام کارگر گرفته و اجازه نمیده دست به سیاه و سفید بزنم. شبا دست روی شکمم میذاره و با بچه ها حرف میزنه. بهشون میگه چقدر مشتاق دیدنشونه و من حسودی میکنم به اینکه عشقش داره بین من و بچه ها تقسیم میشه. وقتی ازش در مورد محبتش به بچه ها گله میکنم میخنده و به هم میگه جای تو خاصه لاله. روز شماری میکنیم برای تعیین جنسیت تا زودتر اتاقشون رو آماده کنیم و لباسهاشون رو تهیه کنیم. بیشک 2 قلوها قراره گرمای زندگیمون رو چند برابر کنن. تا بازگو کردن یک سرگذشت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.